که از سوریه و عراق برگردوند آوردن کردن، این کاری است که خیلی مشکل و اگر بگیم که اجرا نشونده است خطا نمیکنیم. ما باید برای آینده فکر کنیم و امروز از کارهای فهماندهی تربیه رو از خود باغچه حتی باید سر کرد که مثلا در ذهن جوانان، در ذهن کودکان مثلا این مفهوم افراطگرایی را درست فهموند تا آنها درست درک کنند که کدام عامل ها، کدام رفتارهای این افراطگرایی است یا کدامش نه. من فکر میکنم اگر این تربیه علاقه از باغچه، مکتب که ما کار باید در اینجا مستحکم کنیم، چون که میبینیم که امروز هر سال چقدر جوانان ما مکتب‌های همگانی را ختم میکنن و پوشیدن است که اکثر آنها راه سوی مهاجرت مهنتی میگیرن و چنانه که قبلا گفتیم بیشتر در مهاجرت مهنتی همین جوانای ما فریفته این گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی میشن. از این خاطر ما باید که امروز تربیه را، کارهای فهماندهی را از مکتب سر آغاز کنیم. این یک بیان. متاسفانه امروز ملاهای سنتی ما یا تا اندازه هراس دارن یا که تا اندازه که من نمیدونم شاید که مقامات اونها را فعال کنند. مقامات از همین ملاهای سنتی خوب استفاده کنند، برای اونها امکانیت بدهد که تا بین مردم اونها صحبت گفتار کنند، تا جوانان بفهمونند که جهاد اصلا چیست، معنا و منطق جهاد چیست، تا که اونها از این چیزا خبردار باشن با آسانی فریفته هر گونه گروه ها نمیشن. با اون گروه های یا که ویربافشگاه یا که با همون گروه های اکستریمی تروریستی که از نام اسلام صحبت میکنن باید با زبان اسلام با اونها صحبت کرد، با زبان واقعی اسلام و اون اسلام واقعی رو به جوانان فهمون.